میخوام که تستر جواب تیان آزادی و برون که ما بیوزیق شدیم دیگر ما 9 ماه باز اهلی خانواده نمیتوانند به دیدار شاکرجان حکیمов رسند. بازداشت و زندانی کردن او از چند جهت به وضع خانواده تاثیر گذاشته است. ما هم خیلی عصبانی شدیم. من عصبانیم، داولینیم هر روز بلند. قان نداشتم، من قان پیدا کردم. همین فکر رو زیق شویه. بسیار مشکل برای ما زندگی کردن و چی کردن. قین شد ما زندگی بسیار. هرگاه یادی او را میکند به این عکس مینگرد. همین رسمشون بالا ما دیگه فقط نگاه میکنم و گریه میکنم. آسون نیست. من 1 سال میشد که بیماردگی ستونی خانواده ما بودن. این مردک ما من نصیحتگر و مصلحتگر ما بودن. فقط چی میکردن گپاشون و چی هاشون یادم به من بیاد. فریضه خان حکیمова با عیبنامه‌ای که مقامات نسبت شوهرش اعلام کردند باور ندارد. میگوید آن تهمت است و بعد از 35 سال زندگی مشترک حالا تحملی دوری از او را ندارد. شکر جان زاد روزتان مبارک شود. 100 ساله شوید بعد از آن پیر شوید. تیز پیش فرزنده و بید. انتظار ما از شما که تیز پیش فرزنده و بید. ما دیگر طاقت جدایی ندارم. شکر جان تیز خانه بیایید که ما مونده شدم. شکر جان فرزندانه بره ها همش ما رو دوست می‌دارد. شاکرجان حکیمов صاحب 4 فرزند بوده. قبل از بازداشتش نیت داشته است پسری خردیش را خانه‌دار کند. دخترش که فعلا در شهر کنیبادان به سر میبرد در یک تماس ویدیویی به رادیو آزادی گفت زندانی کردن پدرش آنها را افسرده و پریشان کرد. پریشانی پیش کردند با ما. آن راه اقتصادی و اجتماعی مولوی برای خود می رود. همین ما فرسندی خوریم خوبتر است. ولی همین سرجمی ما را پراکنده کردند. ستون خاندانمان را از ما گرفتند. همین نمیرسد با ما تنها پدر نمیرسد. احساس دربرشان بودن سخنهایشان نمیرسد. آن پندهایشان نمیرسد با ما. همین دوری آن کس ما را خیلی و خیلی خسته کرده است. خیلی روحاً خسته شدیم. ولی باید گویم که هرچند که شکسته ایم ولی نریختیم تا امروز. با امیدوار هستیم که یک روز نیک می شود. در روزهای ممکن نزدیکترین می شود. این روزها که باز پدر سر یک دسترخوان با ما می شینند. باز آن شوخی هایشان را می کنند. شاکرجان حکیمov بارها از آن شکایت میکرد که با داشتن تجربه و دانش به خاطر موقع سیاسیش در هیچ دانشگاه به کار پذیرفته نمیشود. آخرین روز 2 روز پیش از صحبت تکلیف کردن از جانب پروکراتوری گنرالی بود. ما صحبت داشتیم و همونجا باز ذکر کرد که خسته حال می نمود و گفت که من نفهمیدم که تا همه دوره‌ای که در همینجا زندگی کردن نوبت از اون فشارهایی که برای من بود. برای رساله من که رساله نامزدش 3 مراتبه گرداندگی بودم به هر بهانه توانست و ایستاده نیروی ذهنی خودش که حمایت کنه دفاع کنه نامزد علمش. شاکرجان حکیمov از شمار شارحان واقعه‌های سیاسی بود و در بحث‌های مهم جمعیتی اشتراک فعال داشت. زاده شهر کنیبادان بوده. در انتخابات‌های سال‌های 2010 و 2015 از حوزه کنیبادان نامزد به مجلس نمایندگان بود. سال 2010 توانست انتخابات را به دوره دوم کشاند، اما کمیته مرکزی انتخابات نصرالله محمودزاده را برنده اعلام کرد. در انتخابات‌های که ما اشتراک داشتیم در روند انتخابات در وقت واخوری‌ها با مردم یک البته که تمام بیننده و شنونده انتخاب کنندگان را قانع میکنید. زیرا یک شخص دانشمند و پر انرژی بود. یک شخصی بود که محض متفکر داشت و در عرصه سیاست، حقوق دانشی بلند داشت که جای تعریف و توصیف نیست و این به همگان معلوم است. شاکرجان حکیمov در ماه فوریه امسال با اتهام خیانت به دولت و برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی به 18 سال زندان محکوم شد.
додгоҳи олии тоҷикистон ҳамроҳ бо ӯ 8 тан аз чеҳраҳои маъруфи сиёсӣ ва иҷтимоиро бо иттиҳоми хиёнат ба давлат, кӯшиши табодулот ва ғасби ҳокимият аз 8 то 27 сол зиндонӣ кард. шикояти онҳо аз болои қарори додгоҳ бетағйир гузошта шуд.